طبق اطلاع هفته‌نامه قانون و جامعه وزارت کارهای داخلی کشور با مقصد تفتیش همه‌جانبه، شفاف و واقع‌بینانه حادثه رخ داده، همزمان به جوابگری کشیدن شخصانی که دست به جنایت زدند، با سپارش پرزیدنت کشور امامعلی رحمان گروه فوری تفتیشاتی تأسیس داده شده است. منبع اطلاع می‌دهد که این گروه مخصوص را پروکورور گنرالی تاجیکستان یوسف رحمان راهبری کرده آن از حساب کارمندان مقامات حفظی حقوق در هیئت 20 نفره و 6 نفره نمایندگان جامعه شهروندی تأسیس داده شده است. از طرف مقامات حفظی حقوق نسبت شخصانی که دست به بی‌ترتیبی ها زده عمل و رفتار غیر قانونی و جنایت صادر کردند پرونده جنایتی آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد. افزوده است منبع. گفته می شود که پس از حوادث وزیر کارهای داخلی رمضان رحیمزاده و رئیس کمیته دولتی امنیت ملی سیمومین یتیمov واخوری ها با نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت و شهر خاروخ، فعالان جامعه شهروندی، افسران و سربازان قسم‌های حربی، قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخلی و وزارت مدافعه جوانان فعال برگزار کردند.